ساکن شهر دوشنبه همودین پرتو تحفه اساسی اکسیای جمعیت دارای مسئولیت محدود یاور را که اتومبیل سبکرو می باشد برد نمود. همودین مزاج دائمی نقطه های سودایی یاور است، یعنی او به صفت خوبی محصولات این شرکت اعتماد دارد، اما غالب آمدنش را در این اکسیه حتی گمان نمی کرد. همودین در این لحظه های فرح بخش و خاطرمان که مردم شریف تاجیکستان جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان را استقبال میگیرند، تمنای آبادی و آرامی و آسودگی کشور را میکند. پیش از همه فرارسی 30 سالگرد جشن استقلال وطن را به هموطنان عزیزم و تاجیکان برون مرزی کشور تبریک مبارکباد میگم. خدا کند که تاجیکستان ما همیشه صلح باشد، تینجی باشد، وحدت پایدار باشد و اینچنین مینداری صمیمی خویش را به رهبریت شرکت بانفوذ کشور یاور میرسانم که چنین یک بازی جالب، آزاد و شفاف بدون تقلب دایر کرده شد. این اکسیه شرکت یاور که به جشن 30 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بخشیده شد، رمزاً 30 تحفه داشت. در این مراسم مسئولین همچنین دیگر غالیبان را با تحفه ها قدردانی نمودند. تکنیک های معیشی و دیگر لوازمات روزگار از قبیل مکافات هایی بودند که به غالیبان اقدام تقدیم کرده شد. دوام 5 ماه بود که میزاجان محترم ما، میزاجان عزیز ما آمده از نقطه های سودای یاور در دل نقطه های سودای یاور خرید کردند، یعنی که زیاده از 200 سامان خرید کردند و صاحب کوپن ها شدند و هر یک خریدی که زیاده از 200 سامان بود آنها صاحب یک کوپن می شدند، یعنی که شانس هر یک میزاجان در حالتی که زیاد خرید کردنشون زیاد بود و این هم لاتاریا بود، یعنی که شانس و طلعی که شخصیت هایی که وای بودند بلند بود. در روز چهاربینی صاحب تحفه و جایزه شدند. در مجموع در اکسیه جشنی جمعیت دارای مسئولیت محدود یاور زیاده از 16,000 نفر اشتراک کردند. از میان آنها تنها 30 نفر همچون غالب معین شدند. مسئولین شرکت یاور میگویند که همیشه میزاجانشان را قدر میکنند و خدمت خوب و با صفت به آنها هدفشان است. از این رو چنین اقدام‌های بردناک را در آینده نیز ادامه خواهند داد.